شما اوستا چه مرگته؟ بنال ببینم. اوستا دستم به دامرت بگاز. اوستا جون ما بگاز. بگاز. آخو بکش بچه. آخه خیلی عقب بودیم. اوستا اگه قلی پرنگ دو سر برسه تهرون ما کنف میشیم. از این گذشته باز 3 روز آزگار پشت بار واسه نوبت لالا کنیم و قلی پرنگ همه جا پشت سرمون صفه بذاره. به من میگن قلی پرنگ مرد نمیدونم دست و فرمون منوته یا من پس فردا به تهرون نمیرسه. درسته اوستا درسته. بگو جون مامان جون دینا. بگو تا ببینی یک شد زندایید بمیره. این که خیلی وقت مرده اوستا. جلو بزنی اگه میترسی بشی بغل دست به حالش جا بیارم. آخه این تصدیق تصدیق دکتر که نی اینو واسه سرما گرما به ما ندن که. لا پسر ما رو اینقدر وسوسه نکن. به خدا وسوسه نمیکنم. سرویس قلبی قلی پرنگ تو گاراژ بریش ما خندید. دوست دارم کاری کنی که این سرویس ما بریش اون بخندید. اوستا علی رو کفن کردی بگاز. با شیطون لعنت. شیطون کیه؟ خدا دیگه بچه. خیلی خوب دلخور نشو خره. محکم بشین میخوام پرواز کنم. قربونت برم اوستا. شارجم کردی اوستا. بگیرش اوستا. بگیرش بگیرش جونم سوسکش کن. اما شلو اوستا. مرد جاده خواهی. نفهمیدم. از اول عمرت هم تو همین مایا بودی. حالا ببینم چی رو نفهمیدی. یاور داره ما رو میگیره اوناشه. ای داد بیدار. حالا بیا درستش کن. اوستا تو که آبرو نداری. حداقل آبروی منو بخر. ده نذار جلو بیفته ده. جونمی اوستا بزن جلو. الهی که فدات باشم اوستا. بزن جلو ناجت سوسکت کن. حولم نکن. چاقون دارو. آقای نواز خیل دارو. سوسکت. بفرما. یا بهنه سرویس بکنم ها. بکشتی به تهنتو. جونم به این اوستا. قربونت برم رو دست نداره. دوست دارم افتاره اول جلو اوستا. من که تا کرد کردم. نوکرتم تا آن دارم شاگردتم تو. به گرسش هم نمیرسی. مثل که دیگه فرشافیلی ریزده. کنم تهنتو. جوش آورده. به ماشین رو میگم. گوش کن علی. داریم میرسیم تهرون. تا تو بارا رو خالی کنی و تحویل بدی منم میرم همون گلشن پیش آقرضا یه سر و صورتی صفا بدم. اطاعت. ببین اوستا بگو یه مشتمال حسابی هم بهت بدن تا خستگی دره. خیلی خوب اونم باشه. آدم برسید دخترم افتاده تو چشماشم. خدا تو خاکی بیارم شد. یا مشکل کجا دخترم رو به خودت سپردم. چیکار کنم خدا جو. نترس. شلوغ نکنیم ببینم. من رفتم در دکونه از خنقان نبود. کریم چه نشستی که خواهرت افتاد تو جا. بلند شو چه خاکی به سرم شد ننه. بلند شو برو به داد خواهرت بره. خواهرم را بیا تناب بیاریم. تناب میخواد بگو تناب بیا. بکشینش کنم. بکشین. خودتان کنم. بلند شو چیزی نیست. خیر باشه کریم آقا.
مثل که باز دوباره باز بریم همون کثیف شدیم. ببخشید مریم ناراحت نباشید، مریم رو بردم تو اتاقش، حالش هم خوبه. مریم چی شده؟ چیزی نیست، خوبه. چجوری از چه در اومدی؟ یه جوون از چاه درم آورد، مثل این که اون هنوزم تو چاهست. چه؟ تو چاه؟ ای تو چه سنی؟ خب لابد رفته. ناراحت نباشتنه، مریم حالش خوبه، برو تو الان بیا. الهی شکر. ببینم غریبه. بله. کجا داری میریم؟ معذرت میخوام، مگه شما داروغه این؟ خب معلومه داریم میریم پی کار و زندگیمون. همینطور بیخبر؟ میبخشینا، ما شیپورمون رو جا گذاشتیم. تو جونم میشه من نجات دادی؟ پتو داششی؟ آره با عزتون نوکرتم. بزرگی جون همه ما دست اون بالایی است. وقتی شیون اون پیرزن رو شنفتم دیگه چیزی نفهمید. شکر خدا که به خیر گذشت. شکر. خب دیگه عزت زیاد. ای صبر کن داشتی، تو غم اون پیرزن رو دیدی، حالا نمیخوای شادیشو ببینی؟ نوکرتم. بریم خونه، حتما خوشحال میشه. بزن بریم. فرما. بفرما یاور خواهم. بفرما ممنون. تو رو خدا بفرمایید. چشم خانم بزرگ. ایوا بازم که دارین تماشا میکنین، بفرمایین تو رو خدا. شما در حق دختر من مردونگی کردین. کریم آقا به خانم بزرگ بگو اینقدر ما رو خجالت نده. اختیار داری بفرمایید. نگو دیگه آقا یاور خجالت میکشه. آخه بفرمایید تاراتیه. مال یتیم نیست. اختیار داری. بفرمایید. راست میگه نه من کن آقا یاور. مل کن دیگه. بابا از بس خوردم ترکیدم. بفرمایید جون. به به دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. از اولش هم تمیزتر شد. اگه با تو شیراز به گوش آبجین برسونه کلی داد خواهر میکنه. چند سالشه؟ والا یه 17-18 سالش میشه. خودت زن نگرفتی؟ نمیدونم چی بگم خانم بزرگ. خجالت نکش بگو ننه. خدا رحمت کنه جمعی رفتگونو. مادر خدا بیامرزم وصیت کرده تا آبجین شوهر نکنه و سر و سامون نگیره من زن نگیرم. ایشالا خواهرتون زودتر شوهر کنه. هرچی که خدا بخواد. یه کسی یه چیزی تعارف کنه. ایوا براتون چایی بریزم. شوخی کردم خانم بزرگ. خب دیگه با عزتون ما باید مرخص بشیم. تو جا به مرگ کریم اگه بری دلخور میشم. امشب اینجا میمونی، شب یه گشتی با هم میزنیم ایشالا فردا صبح اگه دلت خواست با امید خدا. آخه من والا یه امشب و بعد بگذرونی. ای بابا آخه خیلی کار دارم. از این گذشته علی تو گاراژ منتظرمه. چرا؟ یه شب که 1000 شب ببینم میشه. علی کیه؟ علی شاگردمه. بعض شما نباشه خیلی پسر خوبی. نوکرشه. کوچیک شماست. میگم به اتفاق میریم گاراژ، علی رو ور میداریم، یه گشتی هم میزنیم، آخر شب هم جلدی میریم خونه. ای والا چطوره نه؟ مگه کوری؟ این میمون تازه نشستون برای میز. با تو هم مگه کری؟ بله؟ کر آقاته، کور آقا جونته. بله نفهمیدم. ما اینیم. آره الان حالیت میکنم که بدونی پس ما هم اینیم. نکن. کی انداخت؟ دومیش هم بگی که ما اینیم. گفتم کی انداخت؟ شاگرد خودت انداخت. اونها زد. پدر و مادر هرچی مرد موزار لانه بشبار.
سلام علیکم. کاوی اونجا زیاد شده بچه؟ نه جون مامان جون دینا. اولی خان خدا شاهد ما بی تقصیری. میخواستم بزنم تو کله اون مامان جون دینا. یعنی خود تو کله شما اینجا رو نگاه کنی پر پوست خربوزه 100 تا بوتو سیر میکنه. میای پایین یا نه بچه پرو؟ ناچ یعنی نمیام. پس خودم میام بالا که سرویست کنم. بفرما. اولی خان برو بالا دهنشو کاری کن. اولی خان چند رو خوبی بالا. نامردی و در میرم. من اومدم یک نامردی بهت نشون بدم. نه نشون نده حالا. تو نمیدازی؟ تا بایستا بیا تو. الان من میکنم. دفعه گیر نکنی. آخ گیر کردم. کردی یافتم گیر نکنی. گیر کردم. بره من. جون مامانم اینا گیر کردم. درم بیار منو بیار بیرون. گیر کردم. کله پانده. بچه دوستی ها. برو بیا. بی بالا من رو سقفم. آقا گفتم رو سقفم. بیا. بایستا من که وایسادم. تو نمیتونی به هم برسی. برو تو بار. کجا رفتی؟ جون مامان جونم اینا اگه گیرت بیارم میکشمت. سوزن این پر رو این چه روزی بیا پایین بینم نو بزن پله بیا. الان علی رو صدا میکنم. باشی بینم. اینجا چه خبره؟ سلام. تا سر شما رو دور میمیره به پرپای ما میپیچه. چطور شد زبونت بند اومد؟ جیگرداری حالا بلبل زبونی کن. دور برداشتم واسه بچه که هنره. ما واسه بابات هم دو برمیداریم. اونایی که از سیبیلشون خون میچکه جلو ما لای انداختن. خفه میشی یا خفت کنم؟ این که خفه نمیشه اوستا خودت خفش کن. وقتی دوتا گنده حرف میزنن تو دیگه ور نزن. گنده؟ بله نسبت اوستا ببخشینا. شطورم خیلی گنده است اندازه خودم. خفه خوبه. هوا بسی مولی کتک میکنه ما میریم پرتغال میکنیم. چیه؟ کمک! نامردی من ویتامین گیری میکنم شما کتک کنی کنید تا دوباره میگه چطوری چی شده؟ بالا تفکر خودت به یاورخان توهین کرد دست این چی بیمونه آخه؟ کارت به جایی کشیده که به رفیق ما بی حرمتی میکنی ازش معذرت بخواه. بی معذرت. یا ازش معذرت بخواه. اگه نخواه
چه بکنم جیگرشو داشته باشی؟ جیگرشو؟ میبینی که دارم این بیا نداشتی بزنمش. آره بسه بگاره زهرمو بهش میریزم. تو از سینه بیرون نمیره نمیدونم چی میخواد از دل من نه دیگه این روزا اون روز نمیشه دوستیم آش دهن سوز نمیشه قلبمو غمگین میبینم عشقمو پولک رنگین میبینم دلمو قنط زنجیر کشیده تو سینم یه ضرب سنگین میبینم نه دیگه این روزا اون روز نمیشه دوستیم آش دهن سوز نمیشه رجب حالا قربان نه سناریو این کریم اینجاست کاری که تمام چشم قربان کسی از تو حرفی با من نمیگه دل من واقعا تو قصه میگه اون دیگه بر نمیگرده دل من یه کمی آروم بگیر بس دیگه بی تو من قلبمو غمگین میبینم عشقمو پولک رنگین میبینم دلمو غمت زنجیر کشیده تو سینم یه سرب سنگین میبینم نه دیگه این روزا اون روز نمیشه دوستیم آش دهن سوز نمیشه تو کی رای میشی آورخان؟ اول آفتاب دوست دارم تو هم بیای با هم بریم شیراز. تو نمیری خودم دلم میخواد اما ننم اینا تنها میمونن. خب اونا رو میبریم. آبجیم درس میکنه باشه یه وقت میگیره. باشه عیبی نداره انشالله تابستون. اما خوده دلم میخواد صبح کفش کلا کنی حاضر. من حرفی نرم هرچی پیش آید خوش آید. نوکرت هم مولا نوش. ما قافله عقب موندیم سلامتی. ای بی‌منظر. خانم بزرگ دلواپس نباش 4-5 روز دیگه ایشالا برمیگردیم خیالتون راحت باشه کریم آقا رو 3 سال تهران تعبیر ایشالا همتونو به خدا سپردم ننه وقتی رفتی پابوس حضرت شاه چراغ از طرف منم زیاره کرت هم از خب دیگه با اجازه شما خانم بزرگ به سلامت یا علی یاره چی کار داری میکنی؟ چیزی نی خواهر کریم آقا داد گفت بزنم بالای سر شما میگفت جلوی قضا قدر میگیره قرآنه کلام الله کرش مریم خوب آوازش باشی رو چشم
علی به همراه به خدا سپردم. خداحافظ خانم بسیار. بیا بالا. خداحافظ خانم. خدا نگهدار. سلام علیکم یار خان. سلام علیکم. سلام علیکم. چاکرم. بفرمایید. جون یاور نمیشه. بفرمایید با اجازه شما. بفرمایید. ببخشید. مرگ ما بفرمایید. قربون تعلیقا. یا الان کاری که بخواد سکندری نبید. یا الله. بفرما تو. بفرما. آبچی. آبچی. خوش اومدی. سلام کاکو. سلام به روی ماهت. اون بالا چی کار میکنه دختر؟ دارم کفترا رو دون میدم. آخه خیلی خوب زودتر بیا پایین. مهمون داری؟ نه مهمون نیست. آقا کریم کاکاته. خیلی خوب من اومدم. میرم کفترا رو دون بدم که نورست خانم بتونی بیاد پایین. خیلی خوب الان برو. میام. زودتر. خب کریم خوب بفرمون بریم. بفرمون بالا. بفرمون خواهش می‌کنم. سلام. سلام. واکتی؟ نه باکه نی. تو چطوری؟ میبینی که خوبم. خدا رو شکر. بیا اینو واسه تو خریدم نگاه. چیه؟ گردن بنده اسم خدا روش نوشته. خفتم دادی. خدا نکنه بیدی بنزم داری گردنی. باشه. خیلی قشنگه دست درد نکنه. سرت درد نکنه. خوشه. خیلی خوب من دیگه باید برم پایین. باشه برو. من پوسترت میام پایین. بیا. این خونه پدری ماست. آره آقا کریم. اون موقع مثل حالا نبود. شهر تو تب ناامنی میسوخت. یادم من و نصرت یه عدد بچه بودیم. نصف شب تو فنگچی ها مثل مور و ملخ ریختن تو خونه. هر چی داشتیم و نداشتیم به توبره کشیدن. خدا بیامرز بابام که واسه خودش اسم و رسمی هم داشت جلوی چشمون پر زد. ننم هم بعدش از قصه دقمرگ شد. اما دنیا به کام اون نامردای آدم کش نموند. همشون تقاض پس دادن. بساط قلدریشون با آتیش کشیده شد. دیگه چی بگم کاکو؟ این شهر پیر اینقدر قصه پرقصه داره که اگه بگم تا قیامت طول میکشه. خب بگذاریم. قول داده بودی شیراز نشونم بدی. پابوس شاید چراغ بری. تو چشم نوکرتم. آبجین استاد نمیاد. با اجازه شما بهتره من خونه بمونم. باید پخت و پس کنم. انشالله یه وقت دیگه. عیبی نداره. کوچیکت هم هست. بزرگی کاکو. خب نمیفرماییم بره کریم آقا. چرا؟ یا بفرمایید. علی بفرمایید. خب آبجی با اجازه. خدا پشت و پناه کن. بفرمایید. شما بفرمایید. خداحافظ آبجی.
بگی بخور خوشمزه. واقعا یعنی خوشمزه است. متشکرم. سلامتی. خجالت ندید. نه شبیش. چی شد؟ مثل که صدای نصرت بود. بلند شو ببین چی شده. چشم استاد. یا خان این چرا همیشه پانتو شده؟ سرماییه. چی شده نورست خانم؟ چی افتادم تو رودخونه. سرما میخوری؟ چادرتو به من به درخت برو پشتش، رختاتو درار به چلون. میترسم یکی ببینه. کسی این دوره برا نیست. یالا معطل نکن، درار به چلون. چی شده بود؟ نورست خانم افتاده بود تو رودخونه، لباسش خیس شده بود. حالا کجاست؟ گفتم پشت درخت و رختاشو به چلونه. نوش جون. سلامتی. نوش جا. کریم آقا علی و نصرت رو میرسونیم خونه. میترسم نصرت سرما بخوره، بعدش هم با هم میره تخت جمع شه. شاید شما بگی سلامتی. نوش جونه. بیا مزه. قربون راست. برو شرمنده میکنی داشت کریم. این حرفا چیه؟ مواظب باش کریم. کریم مواظب باش. چی شد؟ نمیتونه. قلبم گره. کارم درست میشه و میام بیرون. من که میدونم تو اونو زیر ماشین نکرد. من که میدونم کریم آقا پشت فرمون بوده. تو چرا خودتو بدبخت کردی؟ من و کریم نون و نمک خوردیم، سر یه سفره نشستیم. اگه تو جایی من بودی چی کار میکردی؟ آخه به مادر چی میگفتی؟ میگفتی پسرتو بردیم ولایت ما اما انداختیمش تو زندون؟ نه آبجی اگه به قیمت جونم هم تموم میشد نمیذاشتم یه موثر کریم کم بشه. من و کریم با هم دست برادری دادیم. ولی سایه تو که از سر من دوره. سایه خدا که دور نیست، از این گذشته. آقا کریم مثل کاکات میمونه. من تو رو دست اون سپردم. پس علی چی؟ علی باید به ماشین برسه. درست نیست کامیون دست شوفر غریبه باشه. خوابوندنش هم صلاح نیست. خب دیگه تو برو، زیادم ناراحت نباش. فقط به علی بگو نذاره بار مردم زمین بره. باشه کاکا خود به سلامت شد. اینقدرم گریه نکن. دیگه ما رفتیم. دیگه سفارش نمی کنم، یواش بریا. خونه هم یه سری بزنم مواظب باش کم و کسی نداشته باشه. اونم تو چشم. مرتضی اومدم استاد اومدم. بچه‌ام اومدم. ماشین حاضره. پس جین کن بریم. رفت. با اجازه ما رفتیم. علی یاره خوش اومدی. نصرت خداحافظ. هیچ واسه کنار. برو همونی که گفتم بهشون بگو، خید نکنی یا. آخه این نصف شبی خوبه که برم این خبر رو بدم. به خوب و بدش کار نداشته باش. برو معطل نکن. باشه. کیه؟ وا کنی. با کی کار داری؟ خونه کریم آقا اینجا. آره. بی زحمت در وا کنی. یه پیغام از طرف کریم آقا آوردم. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. چه فرمایشی داری؟ مادر کریم آقا رو خونه بگیم بیا. نیست.
رفته مسجد نماز سحر بخونه. من خواهر کریمم، چی کار داریم؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشده. کریم آقا ماشینشون چیز شده. داداشم چیزی شده؟ چیزیش نشده، یه خورده پاش شکسته شده. فعلا تو خونه ما. من میتونم بیام پیشش؟ میتونی بیای پیشش؟ بیا میتونی بیا. خدا عوضتون بده. فعلا که بهمون یه اوستای عوضی داده. یه کنیم اوستا، این همشیره آبیه کریم آقا. چیزی نشده، ناراحت نباشی. تو برو دوا رو زود بگی بیا خونه. باشه. دوا بفرمایید بفرمایید. ناراحت نباشین، چیزی نشده. خدایی بود که ما رسیدیم. بلا تفلکی کریم آقا نفته شده بود جونشون. باهات کار دارم. کی هستی؟ کریم. من کریمم. کاکامی چی میخوای؟ خودتو میخوام. خودتو. ولم کن ولم کن میگم ولم کن. چرا سیاهی شب دلتو سیاه کرده کاکا؟ به من نگو کاکا، من کریمم. من مستقل میخوامه. ولم کن، مگه خودت خواهر نداری؟ من خواهر کریمم، ولم کن. کریم بی کریم، جوان خودم و خودتو عشقم. ولم کن، تو رو خدا ولم کن. نه ولم کن، نه ولم کن،
خدایا درد دردمندون دوا، حاجت حاجتمندون روا. همه بنده های خودت از شر شیطون محافظت کن. خدایا خودت یار و یاور ما باش. آمین یا دای ما رو ببخشه. مرزا داره؟ آره استاد. حد این کن بریم. یا رب العالمین. الهی من میفتم خیر پیش. خواه نسل خداحافظ شما. قربون دسته سالی به امرو. قربون تو. یا خوش اومدی. بپر بالا بچه. بپر بالا بریم. زود باش که دیره. ماما خوب لبش پرخنده کیه؟ منم خانم بزرگ. علی در وا کن. اومدم. من یه در وا نمیکنم. سلام علیکم خانم بزرگ. سلام. کریم اومد؟ نه شیرازه. یکی 2 هفته دیگه اونجا میمونه. اومدم بهتون بگم دلواپسش نباشی. دستم به دامنت علی آقا. هر طوری شده کریمو به من برسون. پیش اومدی کرده؟ نمیتونم حرف بزنم. نمیتونم. آخه من زودتر از 7-8 روز دیگه شیراز نمیرم. هر جوری شده خبرش کن. تلفن، تلگراف. بهش بگو ننت یه چشمش اشک، یه چشمش خون. بهش بگو ننت چشم انتظارته. بهش بگو که خونه خراب شده. باشه میرم گاراژ ببینم کی میره شیراز. میگم خبرش کنه بیاد. خیر ببینی ننه پشت گوش نندازی. نه خاطر تو جمع باشه. برو ننه. برو با امید خدا. خداحافظ. خداحافظ. مصطفی سلام علیکم. السلام آمیزدلی آقا. حالت چطوره؟ نوکرتم. شیراز میری؟ آره کاری داشتی؟ قربون قدمت. شیراز رسیدی یه تلفن میری خونه ما میگی کریم آقا فوراً حرکت کنه تهران. آره دیگه. قربون تو به سلامت. من میرم شاکرتم. میکشمش. من این ننگو با خون پاک میکنم. میکشمش. ای برزن کسی. برزه کسی تو گناه دیگری را تو سرم گذاشتی. من این ننگو با خون پاک میکنم. میکشمت. به خدا میکشمت. میکشمت. برم کن. میکشمت. خدایا چه گناهی مرتکب شده بودم که این بلا به سرم اومد. چه گناهی. گناه
تو نچی که خدا میزنه ریش تو خیلی ممنون آقا بفرمایید. تو یواش یواش برو خونه الان دواهاتو میگیرم میاد. باشه. زهرا خانم جون اصلا چشم خیکش پر بوده انگولک کرده بچه‌شو انداخته حالا افتاده رو خون ریزی. واه خدا بدور دوره آخر زمان مادر آدم چه چیزایی شده بنده خدا بچه افتاده رو خون. نورست خانم چشمه نورست خانم چیزی نیست. کی اومدی؟ همین الان. نورست خانم چه اتفاقی افتاده؟ تو کوچه مردم یه جور دیگه نگاه میکردن بهم لیچار میگفتن. نورست دلم داره میتره که بهم بگو چه خبر شده؟ چرا اینقدر رنگ و رود پریده؟ چی بگم از کجاش بگم؟ حرف بزن دختر. نه علی برو دنبال زندگی خودت. برو دیگه هیچ وقت منتظر این نباش که تخت عروسی تن من کنی. چی داری میگی نورست خانم؟ بالاخره یه روزی به گوش تو چی به گوشم میرسه؟ چی؟ قصه بدبختی، بیچارگی، بدنومی، بی‌عفتی من. این پرت و پله ها چیه که داری میگی؟ چه بلایی سرت اومده؟ نورست خانم دلت میخواد بدونی؟ معلومه. پس گوش کن. وقتی اون پیش آمد کرد و داداشم رفت حبس و تو هم رفتی تهرون، یه شب تو اتاق خوابیده بودم که کریم اومد بالای سر. چی کار داری؟ باهات کار دارم. کی هستی؟ کریم. من کریمم. کاکامی چی میخوای؟ خودتو میخوام. خودتو. ولم کن میگم ولم کن. چرا سیاهی شب دلت سیاه کردی کاکو؟ من نگو کاکو، من کریمم. من نصرت میخوامه. ولم کن مگه خودت خواهر نداری؟ کریم صبح همون شبی که این بلا رو سرم آورد بیخبر گذاشت و رفت. وقتی اون شوفر پیغام تو رو آورد کریم چند روزی میشد که رفته بود.
پس چرا همون موقع بهم نگفتی؟ خجالت میکشیدم از تو، از برادرم، از آدمای دیگه، اصلا از در و دیوار این خونه خجالت میکشیدم. یه وقت به خودم اومدم که آبستن شده بودم. یه پیرزن شدم. وقتی به دستور اون عمل کردم بچه افتاد، ولی خودم تو دمدمای مرگ رفتم، اما اونم به سراغم نیومد. حالا به خودمو میکشم. مرگ برای درمونده ای مثل من عروسیه. کجا میری؟ میخوام برم ملاقاتی یاور. بهش میگی؟ خب دیگه چه خبر؟ سلام رسون. نصرت خانمو میگم، یه خدا حالش خوب نبود، نتونست بیاد. سلام به روی ماهش. راستی واسه کریم چه پیش آمدی کرد که ناغافل گذاشت و رفت؟ کریم؟ والا نمیدونم، تهرونم ندیدمش. این دفعه که رفتی تهرون سری خونشون بزن ببین چی شده. باش. خودت چته؟ مثل اینکه یه چیزیت هست؟ نه چیزیم نیست. این یکی و خودتی. بگو چی شده که اینقدر پکری ها؟ چی بگم موسا؟ دلم میخواد بدونم. دوست ندارم قیافت و اخمالو ببینم. دلم میگیره. موسا وقتی اومدی بیرون اجازه میدی من زن بستونم؟ ای ناقلا گلود به سلابه خورده ها؟ خاطرخواه شدی؟ چی بگم موسا؟ دست خودمون که نی، کار دل دیگه. عیبی نداره. ایشالا وقتی اومدم بیرون طرف اگه دختر شاه پریونم باشه دستشو میذارم تو دست. وای قربونه برم موسا، قربونه برم. سرکار تشریف بیارین اینجا، تشریف بیارین. قربونه لب اوستا جای من ببوس، لب اوستا رو ببوس، لب اوستا رو ببوس، لب اوستا رو. سوخته با نمک.
چی کار میخوای بکنی؟ کاری ندارم بکنم. سعی نکن دروغ بگی. وقتی پای زری نشسته بودی همه حرفاتو شنیدم. خودکشی چی؟ مگه به سرت زده؟ پاری وقتا آدم چاره دیگه ای نداره. خودمو بکشم بهتر از اینه که غم و غصه ذره ذره بسوزونه و کبابم کنه. دل بی غم دل خداست. انسونه که باید غم و غصه داشته باشه. امیدوار باش. ولی با بلایی که به سرم اومده دیگه امیدی هم نمیتونم داشته باشم. گول خوردی؟ نه، نامردی در حقم شد. کی نامردی در حقت کرد؟ رفیق برادرم. اصلا باورم نمیشه. میتونی برام بگی؟ مفصله اینجا جاش. بیا بریم. کجا؟ تو کی هستی؟ کارت چی؟ من توی بیمارستان کار میکنم. شاید غم و درد زندگی منم کمتر از تو نباشه، ولی چارش خودکشی نیست. بیا بریم. بیا دیگه. با امید خدا. یاور خان دیگه اینجا نبینم. ایشالا دیگه نمیبینی. ای خدا چقدر آزادی خوبه. آمیزلی آقا قربون دستت یه کبریت بده من. کبریت نداری؟ بی خودی در نزن. علی تو این خونه دیگه کسی نیست که در رو تو وا بکنه. چی میگی علی؟ آبجیم کجاست؟ قضیهش خیلی مفصله. آبروریزی شده اوستا. بیا از اینجا بریم. بیا بریم توسط تعریف کنم. شاه چراغ به اون دست بنادری داده بودم. به امام هشتم راست میگم. کریم نامرد. سویچ ماشین کجاست؟ پیش منه. بدش من. فرموزی و منافق لعنت. بر بدان روزگار لعنت. بر نامرد و نمک نشناس لعنت. حلوات خواهد کنید. علی یارت. خوش آمدی. سلام علیکم. سلام علیکم. What?
تیکه بودی بود دیگه باز اشهدمو بگم میدونی من بیگناه. آره تو بمیری که گفتی بیگناهی. آره و خدا قلی پلنگ این کارو کرد. میگی نه برو از آبگیت بپوش. آره دیگه از کار اون نامرده. آره از اول باید این فکر رو میکردم. خب آره دیگه قلی پلنگ کجاست؟ من نمیدونم. نمیدونی؟ نه تو بمیری. گفتم کجاست؟ یه مرد تو رو میگه ناحق نمیزنه. حرف خون بگیر مسخره. فقط بگو قلی پلنگ کجاست. گفتم که نزن. گفتم قلی کجاست. بابا خدا نمیدونم. نمیدونم کجاست؟ کجاست؟ نامترمون نزن. نمیدونم. حرف بزن. آی دلم من که تو دلت نزدم. از کجا دلم به پا. آخ پا من رنگ میکنی. بابا من رنگ ندیستم که من نمیدونم بابا. اینیش بشتو اگه مثل سگ هفت جونم داشته باشه یکیش سالم از دست من در نمیبره. میگم یا لگام شو ببینم. گم شو. آخ جانم. یه چطور بدون آور هوا اینقدر دلم خوشه اینقدر دلم خوشه که نگو نشو بل کنی من دنبال قلی خان وای کی خون اینو مالینت کرده؟ قلی خان جون مامان جون دینا خودش فهمید. کی؟ کریم. چی گفتی؟ کریم فهمید که تو اون بلا رو سر خواهرش آوردی. خنگ خدا تو بهش گفتی؟ نه خودش فهمید. به خدا به مرگ شما خودش فهمید. به خدا خودش فهمید. نه تو سرم من که تو سرم برین کنار به شما این چه دیگه؟ با من نشین خستم و می میزنم کاسه کوزه ها رو سر تو میشکنم با من نشین خستم و می میزنم کاسه کوزه ها رو سر تو میشکنم مثل گل برگ لطیف نوبهارم آتشین پوچ و شکوفه انارم همیشه اسب مرادم و سوارم به جز این دل بر من کاری ندارم با من نشین خستم و می میزنم کاسه کوزه ها رو سر تو میشکنم با من نشین خستم و می میزنم کاسه کوزه ها رو سر تو میشکنم گل همیشه گل پشت رو نداره لاله لب هم و دشت و کو نداره گل سرخ آشنایی پیش لبها شده شرمنده و رنگ و بو نداره
با من نشین خستم و می میزنم کاسه کوزه ها رو سر تو میشکنم با من نشین خستم و می میزنم کاسه کوزه ها رو سر تو میشکنم فرمایشی بود کریم آقا. قلی پلنگ اینجا نیومده؟ دیشب اینجا بود اما امشب هنوز نیومده. خیلی خواب یه 5 عرق بیار به نادیا و کریم. چشم کریم آقا الان میارم. خرمن مو رو ببین پرپیچ و تابه مستی چشما ببین جام شرابه لب نگو غنچه نگو یا قوت نابه دل من درس وفا رو قوت آبه لب نگو غنچه نگو یا قوت نابه دل من درس وفا رو قوت آبه با من نشین خستم و می میزنم کاسه کوزه ها رو سر تو میشکنم با من نشین خستم و می میزنم کاسه کوزه ها رو سر تو میشکنم دست بالت به هم میشه بلش کن خدا سزاشو میده خدا تو وجود بنده هاشه کاری که بهت گفتم بکن چشم بچه رو معطلی چشم کیه؟ منم در واکن سلام علی آقا بفرمایید تو. سلام شهریم آقا خونه است؟ نه خونه نیست رفته زیر بازارچه قسط جمع کنه یاور خان کجا؟ همین دوره برام بیا تو الان میفرستم دنبال کریم هر جا باشه پیداش میشه. نه دیگه قربون شما ما با عزتون مرخص میشیم خیلی ممنون خودم پیداش میکنم به سلامت خودم خوش اومدید. من ببخشید موضوعم شد گفت رفته زیر بازارچه قسط جمع کنه خودم شنفتم خیلی خوب سلام ندیدیش؟ نه بله از کریم خبری نداری؟ یاور خان اول صبح اومد و رفت خیلی هم اوقاتش تلخ ببینم نمیدونی کجا را؟ والا نمیدونم فقط میدونم که چند روزه داره دنبال قلی پلنگ میگرده. قلی پلنگ؟ بله خیلی باشه علی خوش بیا علی ای اسخر آقا بله قلی پلنگ اینجا نبود؟ والا 2-3 هفته که ندیدمش یعنی دیگه ماشینشو این گاراژ نمیاره. کجا سراغش داری کارش دارم؟ ازش هیچ خبری ندارم اگه پیدا شد در خونه بهت خبر میدم کریم آقا. خیلی خوب یا نرا نه چاکرتم هستم. صفای قدم مردا خوش آمدی بر خاتمم یا محمد صلوات.
یاور؟ تو اونو میشناسی؟ نه نمیشناسم. خودت اسمشو بهم گفتی. رفت؟ آره بیا بریم دیگه. بیا. بیت میرم. سلام علیکم کریم آقا. بازم قلی پلنگ اینجا نه کریم آقا، ولی یاور خان اومده بود و سراغ شما رو میگیره. گفتی یاور؟ آره کریم آقا، مثل که خیلی هم کارت داشت. اگه باز اومد بشو من نایدی. باشه کریم آقا، نوکرتونم هستم. آقایی هنوز نه. خونم نیومده. هرچه میرفتم میگفتن دنبال قلی پلنگ میکرده. نمیدونم موضوع چه قراره. دنبال قلی پلنگ؟ آره گوش کن علی، تو همین جواب بشیم ممکنه بیاد بره خونه. منم یکی دو جا سراغی ازش دارم، سر میزنم و برمیگردم. باش. سلام علیکم. کریمی که نیومده؟ دیشب اینجا بود با نادیا خانم رفت خونه، اما امشب نیومده. نادیا اومده؟ رقصش تموم شد رفت. میدونی خونه نادیا کجاست؟ نه از کجا میدونم. حالا چی؟ حالا میدونم. کوچه غریبون نوبه 74. میخوام خونشو بریزم. نه یاور، نه نمیذارم این کارو بکنی. برو کنار، برو کنار. میکشمش، به بلای علی اگه گیرش بیارم تیکه تیکش میکنم. اگه دیوونه شدی بذار باهات حرف بزنم. نمیخواد حرف بزنی، برو کنار. دیوونه شدی، نمیذارم این کارو بکنی. نه دختر، نمیذارم خودتی را بندازی تو حالیت نیست. برو کنار دختر. کجا باید شدی؟ نه یاور نرو، نمیذارم بری، تو دیوونه شدی، نمیذارم بری. خون جلوی چشاتو گرفته، یه خورده صبر کن. تو رو خدا خون ریزی را ننداز. نه نمیذارم بری. برو کنار. کجایی؟ سلام از ماست. ببخشین آبجی. تو دنبال کی میگردی؟ دنبال یه نامرد، دنبال کریم. اگه پیداش کنم داغشو به دل ننش میذارم. کریم؟ مگه کریم چی کار کرده؟ وقتی پیداش کردم میفهمی. داداشت با کریم چی کار داشت؟ جریانش مفصله، بیا تو اتاق تا برات تعریف کنم. بذار در کوچه رو ببندم و بیام. گرفتمت، میکشمت. برم کار. باز بکشمت. بچه من باید کاری ندارم، برو. میکشمت. گفتم برو. داغورت بکنم. برو ببینم. بیچارم. هرچه. باز چی بکنی؟ برم کار. نفرت بکنم. بند کن دیگه. حالا چه بیجالا. نکن.
راست خط میکنم. مردی بیچلو مردی بیچلو بیچلو در راستش کن گفتم. بیچلو بیا بگیر شیر دونتو در بیارم. علی بلنشی بگو چی شده؟ چیه؟ کریم چی شد؟ کجا رفت؟ از این طرف رفت. از این طرف؟ تا همینجا به اون شاید برگرده. باش نمیترسی که؟ نه که نمیترسی. میدونستم. این دیگه کیه؟ نمیدونم. خدا به خیر کنه. اینجا اومدی چی کار؟ برو بیرون. میخوام پیشت بمونم. باید حرف بزنم. دیگه بین من و تو حرفی نمونده. به صلاحیت گورتو گم بکنی. بس کردی؟ تو اسم خودتو گذاشتی مرد؟ نامرد؟ چی داری میگی؟ میفهمی؟ اگه نمیفهمیدم نمیگفتم تا دهنمو وا نکردم بزن به چاک. زیر سرت بلند شده؟ خاطرخواه شدی؟ آره خاطرخواه شدم. دیگه چی از جونم میخوای؟ میکشمت. دیگه حنات پیش من رنگی نداره. گورتو گم کن. با زبون خوش برو بیرون. دیگه نمیخوام چشمم تو چشمت بیفته. برو بیرون. بسته دیگه. چی و بسته؟ بیشرف پس فطرت. تو خیال میکنی که خدا از تقصیراتت میگذره و در همیشه روی پاش نمیچرخه؟ بیا. نصرت بیا بیرون. بیا بیرون. قربونی نامردی و بیوجدانی خودتو شناختی؟ اون چجوری اومد اینجا؟ همونجور که یاور اومده بود اینجا. یاور؟ آره در به در دنبالت میگرده. نمیتونی از دستش در بری. همین چند دقیقه پیش اینجا بود. مثل دیوونه ها دنبالت میگشت. زیر سنگم بری گیرت میاره. کیه؟ منم یاور. یاور؟ کجا؟ میرم در رو بکنم. تو این کارو نمی کنی. کی اینو گفته؟ من برو تو اتاق. بیا چه یاور؟ بیا چه برو تو اتاق. کنه در بشکم. بیا چه یاور؟ بیا چه
بزن چی داری بگی؟ چی داری بگی نامرد؟ چی داری بگی؟ به جوانی خودت رحم کن. نمیذارم اونو بکشی تو خونه من خون را نداد. نه آی گیس بریده. حالا دیگه کارت به این جور خونه ها کشیده؟ آره؟ چی کار میخوای بکنی؟ برو کنار. نه نمیرم. چون میخوای اونو بکشی؟ میگم برو کنار سالیته. نه نمیرم. هر چی میخوای به من بگو. اما نمیذارم یه محسن اون بدبخت بیگناه کم بشه. اون بیگناه یامر خود تو حقیقتو نمیدونی. چی رو نمیدونم؟ من که از پشت کو اومدم. نمیدونم تو کی هست یا کارت چیه. نمیدونم این یه خونه کثافت خونه تو خواهر منه. بس دیگه دلش کن. بدون هر کاری دلش میخواد بکنه. اگه کشتت میکنه جلوش نگیری. نه نمیذارم. اون باید حقیقتو بفهمه. باید بفهمه که تو بیگناهی. خودتی که دردی و دوانی میکنه. یامر خود این خودت بودی که خواهرتو به دست یه نامرد سپردی. این خودت بودی که این طفل مغزت یه بره تو دهن گرگ انداختی. این خودت بودی که سیاه و سیاه بختش کردی. گوش کن ببین چی میگم. یه روز من رفتم زیارت که نصرتو دیدم. دختر وایسا ببینم. چیکار کاری ندارم بکن. سعی نکن دروغ بگی. وقتی پای زری نشسته بودی همه حرفاتو شنیدم. خودکشی چی؟ مگه به سرت زده؟ پاری وقتا آدم چاره دیگه ای نداره. خودمو بکشم بهتر از اینه که غم و غصه ذره ذره بسوزونه و کبابم کنه. دل بی غم دل خداست. انسونی که باید غم و غصه داشته باشه امیدوار باش. ولی با بلایی که به سرم اومده دیگه امیدی هم نمیتونم داشته باشم. گول خوردی؟ نه نامردی در حقم شد. کی نامردی در حقت کرد؟ رفیق برادرم. اصلا باورم نمیشه. میتونی برام بگی؟ مفصله اینجا جاش نیست. بیا بریم. کجا؟ تو کی هستی؟ کارت چیه؟ من توی بیمارستان کار میکنم. شاید غم و درد زندگی منم کمتر از تو نباشه ولی چارش خودکشی نیست. بیا بریم. بیا دیگه. هنوزم نصرت خیال میکنه که من توی بیمارستان کار میکنم. یامر خواست به بابون هوایش خواهرش پاک و نجیبه. مگه تو خونه یه نانجیب کسی نمیتونه نجیب و پاک بمونه؟ چادر تو بنده سرت بریم. باکت نیست؟ نصرت خانم کجا رفته بودی؟ بعدم برات میگم. را بیفت بریم. پس کریم؟ فردام روز خداست. گیرش میاری. را بیفت. حوسا یادت تو زندون بهم قول دادی که اگه طرف دختر شاه پریونم باشه دستشو میذاری تو دستم؟ آره یادمه. میخوام بگم که دختر شاه پریون اومده. علی تو یه مردی. اگه با نصرت عروسی کردی و یه روز چشم تو چشم اون نانجیب افتاد اون وقت. کریم
میکشمش اوستا. میدونستم. پس تو اون بی غیرت زنده است، تو اون نصرت عروسی نمی کنی. لا بیافت. تا مغز بذار قربون دست چشمم بذار ببینم یه خوردم آشغال گوش بذار. پلم کجاست؟ فولاشو باخته تو کارمسرا بیرون دروازه دمر خوابیده. شادم تا حالا تاقمات شده باشه کس چه میدونه. ان شاءالله که کله پاچه آخریش باشه. چربش کن که واسه قلی پلنگ میخوام. خوشم آمد. دست شما درد نکنه. ببین این 2 تومن بگیر بقیه‌اش هم بده بچه‌ها. پولمون ورم بده. خداحافظ. ببین چه کله پاچه‌ای واسه گرفتم. با لب و لوچت بازی میکنه. بخور. بزنی که از گشتگی مردم. آخه کربا جونم مامان جونم اینا خیلی خوشمزه. ولی خوشمزه ترش اینجاست. نفهمیدم. چطور آوردی؟ عملت نامرد. میفروشمک. اگه مثل سگ 7 جونم داشتی نمیتونستی از دست قطر درمه. نمیبینم.
آقای کلانتری زودتر مأموراتون رو بفرستین، دارن همدیگه رو میکشن، خفه میکنن، خفه. یاور خجالت میکشیدم با تو رو بشم. خوشحالم که کارم تمومه و دیگه چشمم تو چشم تو مرد نمیافته. تو در حق خواهر من مردونگی کردی، اما من چی بگم؟ من حق برادری، حق نون نمک و زیر پا گذاشتم. ازت میخوام منو ببخشی. در حق مادر و خواهر من بزرگی کن. اونا بعد از من کسی رو ندارن. تو شاه چراغ با من برادر شدی، برادر خطاکار تو.
ببخش. یاور یاور یلا زود بشین. ببینم تو اونو زدی؟ نه جناب سربان، جناب سربان ما زدیمش. اون ما رو زد، ما اونو. چیزی که عوض داره گله نده. تو بیا بالا سر این باش، تا بالا سر اون تا آمبولانس بیاد. اونم ببرین. اوستا عروسیتون مبارک. از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم برو